بای چی میگفتم؟ کومید؟ همونو به زنده یا مردم؟ هم برده هم زنده همونو چی میگی؟ به نبود خونه مالی مشروع پردمانه این افراد مالی مشروع پیشه داره بگو که کچکای مالی میخواست که بالا بزرگ دارم مالی هم ماهی گذاشته نابت پداش ما رفتم بزای از اینجوری دون کلتور پالک تربوزای مالی میشانه میگیم ما پاکت رو چهار کم بشیم میونا این کار داره دیگه یا سلفی کنه سارم سما بخواه بگیم نام جدو به وقتی صورت گیری تا یافتی دوست کردی آبروی نبودگیرم نرسونی بود کامی بگی بگم شوشتم سفید کنم بود ایشون ندیدو نه کی میبینه بابا ندیو ساری گرمه رفتم خونه خاله زهرا از سری دیوالش پاید میتا دک چپا موندگی داتگش 3-4 لخچه خواهی همین گیر برداشتمش دستم سو دا پشت دیوالش خواه کدای گیریفتم شپیدم خنک شد با گرفتم اینا بابامو ایرانو به تونه بردا ببرمش خاکیا او همه را کار نباره بعد یابت میباره همسایه او همسایه این چه عبدالرزاق سرسکای کو؟ کوی چی نمیخوامش؟ بیو چه سرسکا؟ کدام تلفن؟ تلفن آیفون من یکدون که تلفن حیوان ندیدم تو شکر در پشت سر تلفن آیفونه تلفن آیفونی که با 5 کفتر داخلی بچه ما فریب که بگیرتی گفت یندا یکمش کی او کفترا داخلی نبودن دیومش کی بچه یه هفته پس ما دوید کی اکا تلفن دا با کفترای ما حالیش سیومش کی تلفن دا دست من نیست ابراهیم است چه بچه تلفن نبوده بچه راسیه کار میزنن ای راسیه زنگ میزنم ای امریکا زنگ میزنم او زنگ زدن گیرن تلفن دا دست من نیست میلی سده بهتیموته بچه ملی صدمتی و بانی صدمتی برای دادم میگی تلفن دستی من توبه کنم چیز تو در قشلاق ندهگ مدای نتوغوره و در دستی بچه ما تلفن نمونی برای کشکوی میلیسه که دلی خونه تماما و دستی عدب جان گفته میدیم گفت مرا آخر گیلک نه خودی اوتا تا میبینم نه خودی اوچه تا ما برای Yes! Kral kızarttı. Zodali Melisa! Evet, Zodali Melisa! Ya Zodali Melisa sana göre. Etmeden tut. Zodali Melisa. Evet, Zodali. پنج کفتر سفیدی مرا دید دادر میلیسا آخه چه خیلی آرام شده آیه گوزدوفته ها در قشلاق نه دیگونگر نه تو بوده من زیراحت
همین زنکی همسایه درست میگه دل علی کلام علومی را کتابون همسه تلویزیون نمونه تلویزیون ویش تلویزیون نشانه میگه کمپیری ساده چی میگه مصطفی همین شبی جمعه بود تلویزیون را تا قماندیم تلویزیون را چیز کرد همین ایسپند آورده تلویزیون را دوست خریدن نمیخوید وقتی میفهمه تلویزیون را جین نه تلویزیون را علمی محمد رو در رو کنه ای چی توقع قدر بچینه باره توقع داره او گفتن چیزه تجام میگه همسایت دوست بگی و کی میدانم اینا همه چیزم پرفکریتن تفکیف ها خلا ها همین چیز چاره نهی همین چیز چاره تبی که نجون شد چیز تو زمینه نصیحتگر نشدن درست میگویی در حقیقت درست میگویی مادیان مشکل میده که برای که خدا ببرم تو میگی
از شما احترامانه خواهش می‌نمایم که در تربیت نسل نورا سهلانکاری نکنید. زیرا آینده این دولت و ملت در دست